تو این ویدیو میخوایم رازهای راه اندازی یک کسب و کار رو به زبان ساده بهتون بگیم. قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. حتما این جمله رو شنیدید. دقت کنید. این جمله شعار نیست. این جمله طلایی ترین اصل در راه اندازی یک بیزینس. باید مثل لاک پشت آهسته و پیوسته اما در یک مسیر درست. دقت کنید. در یک مسیر درست قدم برداری. دنبال اینم نباشی که یک شب پولدار شی. اگه بیزینس درستی رو انتخاب بکنی و تو اون بیزینس تو ریل درستی بیفتی، یعنی مسیر و راه رو درست انتخاب بکنی، به شما قول میدم در گام اول ظرف 3-4 سال میتونی یک زندگی مرفه داشته باشی. یعنی یه ماشین خوب داشته باشی، در یک سطح مرفه و خوب زندگی بکنی، مسافرت‌های خارجی خوب بری و غیره. پس شد بیزینس درست در مسیر درست، که حالا ما اینجا به شما توضیح میدیم چه بیزینسی برای چه کسی میتونه مناسب باشه. چون ممکنه یه کار برای تو مناسب باشه اما برای کسی دیگه خوب نباشه. پس شد دو شرط: بیزینس درست، مسیر درست. گام اول رو بهتون گفتم، اما در گام دوم بعد 6-7 سال به جایی میرسیم که دیگه تولید ثروت میکنیم. خونه میخریم، اجاره میدیم، جاهای دیگه سرمایه گذاری میکنیم. اینجا دیگه ما مرفه نیستیم، بلکه خودمون تبدیل به کارآفرینی شدیم که تولید ثروت خواهیم کرد. اما دقت کن، اگه دنبال راهی هستی که یک شبه پولدار شی یا دنبال راههای بزن در راهی هستی، اینجا مناسب شما نیست. ما اینجا اصلا قرار نیست یه چیزی رو ارزون بخریم فرداش 4 برابر بفروشیم. این اصلا کار ما نیست. یه بیزینس درست رو مطابق شرایط خودمون انتخاب میکنیم که تو ویدیوهای بعدی کامل براتون میشکافم که یک کسب و کار درست چه ویژگیهایی میتونه داشته باشه. 2. مسیر دقیق رو تو این بیزینس انتخاب میکنیم. 3. مثل یک لاک پشت تو این مسیر آهسته و پیوسته حرکت رو شروع میکنیم. ما لاک پشتی میریم، اما مسیر خیلی طولانی نخواهد بود. 3-4 سال بیشتر طول نمیکشه که بتونیم سطح زندگیمون رو به لول یک جامعه ارتقا بدیم. بعد 7-8 سال جزء آدمایی تو اون بیزینس باشیم که حرف برای گفتن داریم. ویدیوهای بعدی این مطالب رو کامل براتون باز میکنیم. لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید.